بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مدرسه یاد گرفته ایم که کریستوفر کلمبوس آمریکا را کشف کرده. اما در سال 1929 دانشمندی آلمانی به نام گوستاو آدولف دیسمان در کاخ توپکاپی در استانبول نقشه‌ای پیدا کرد که موقعیت جغرافیایی مشترک ایالات متحده را با جزئیات فراتر از ایالات و به زیباترین شکل و نزدیکترین شکل به شکل کنونی کره زمین ترسیم کرد که با دست مرد فقیری کشیده شده بود. این باعث شد که او این ایده را که کریستوفر کلمبوس کاشف آمریکا بود را تضعیف کند. وی این سؤال را تصحیح کرد که یک مسلمان کرد به نام پیری حاجی محی الدین برازی با نقشه خود بزرگترین دستاورد را داشته و به عنوان کاشف آمریکا شناخته شده است. نقشه او چنان چشمگیر بود که اکنون دانشمندان در مورد آن نظریه پردازی می کنند، از جمله گراهام هانکوک. طبق اسناد نویسنده محمد علی سلمان که در کتاب خود به عنوان رئیس پیری کردی که آمریکا را کشف کرد در طی 3 سال تحقیق پیدا کرده. رئیس پیر کردی که آمریکا را پیدا کرد. نام کامل او احمد محی الدین پیری از قبیله برازی است. اگرچه تاریخ تولد او نامشخص است، گمان می رود که او بین سالهای 1465 تا 1466 در گالیپولی به دنیا آمده و در منطقه پیران در شمال کردستان چشم به دنیا گشوده است. او به شیخ سعید پیران معروف است و در سال 1553 درگذشته است. همانطور که قبلا اشاره کردیم، رئیس پیری از قبیله برازی است. قبیله برازی متشکل از تعدادی قبایل کرد است که در جنوب شرقی ترکیه و شمال سوریه پراکنده هستند. برخی منابع میگویند که آنها حتی در کردستان، عراق و ایران زندگی می کنند. چنانکه محمد امین زکی بیگ در کتاب معروف خود با عنوان تاریخ کرد و کردستان میگوید: ایل برازی یکی از قبایل حسنلوس. نام برازی اولین بار در سال 750 میلادی در تاریخ آمده است و برخی از مورخان میگویند قوم برازی را شاید قبل از این تاریخ کوههای سنجار مینامیدند، اما معلوم است که از قلعه‌های پاریز در کرمانشاه هستند. اما ناصر خسرو مؤلف سفرنامه در سال 437 هجری نوشته است: در منطقه کوهستانی بسیار مرتفعی زندگی می‌کردند که ارتفاع هر یک از آنها به 3960 متر می‌رسد. بنابراین نام برازی به دنبال آنها منطقه است و دارای آبادی‌هایی هستند که در ارتفاعات زندگی می‌کنند. به آنها برزی، برانزلی و برزین نیز گفته می‌شود. قوم برازی دارای چندان گردان نظامی در جنوب دریای خزر بودند که در سال 959 میلادی شاهزاده حسنوی پسر حسین برزیکانی دولت حسنوی کرد را تأسیس کرد و استان را از دریای خزر تا کرمانشاه در جنوب گسترش داد. دولت همزمان با دولت همدانیه بود و قبل از نابودی آنها خدمت زیادی به دولت عثمانی کردند. آنها در شهرهای شیخان، مرز بین آمد و دهوک، عرفا، دیاربکر، آمد، بدلیز، ماردین، تخت جمشید، جرابلوس، کوبانی، بلژیک و غیره قرار دارند. طبق تحقیقاتی که انجام دادیم به این حقیقت رسیدیم که ترک‌ها سعی کردند اصالت اصلی رئیس پیری که کرد است را تغییر دهند و پنهان کنند. سعی بر این داشتند که قومیت اصلی او را به ترک‌ها پیوند بزنند، هرچند که رئیس پیری به قوم خود که برازی است اشاره کرده است، اما ترک‌ها همچنین بر این باور پافشاری می‌کنند. ترک‌ها این نگرش ناخوشایند را دارند که در طول تاریخ سعی کردند بیشتر شخصیت‌های معروف منطقه از جمله مولانا رومی، شمس تبریزی، ابونصری فارابی، بایزید بسطامی، ابو حنیفه و غیره را به قومیت ترک پیوند بزنند. ترک‌ها می‌گویند که او ترک است چون در دوره عثمانی زندگی می‌کرده است. پاسخ ما این است که امپراتوری عثمانی که نماینده همه مسلمانان در همه جای دنیا بود، به تنهایی بر ترک‌ها حکومت نمی‌کرد و حکمرانی آن در ملیت‌ها و جغرافیاهای مختلفی وجود داشت، از جمله اعراب،
ارمنی‌ها، اردنی‌ها، کردها، رومی‌ها، یونانی، مجارها و بلغارها. همه آنها تحت حاکمیت امپراتوری بودند و کردها هم جزئی از آن حاکمیت یا ملتی زیر این چتر بودند. پس عاقلانه نیست که بگوییم چون در دوره عثمانی زندگی می‌کرده است پس او ترک است. همانطور که منابع آلمانی در مورد رئیس پیری می‌نویسد بیشتر عثمانی‌ها در ارتش سلطان مسلمانان ترک زبان حتی از خود آناتولی نیستند بلکه سخنرانان یونانی‌ها، بلغارها، آلبانیایی‌ها، سرب‌ها، بوسنایی‌ها و غیره هستند. نام رئیس پیری به ویژه کلمه پیری ادعای ترک بودن او را نادرست نشان می‌دهد چنانچه کلمه پیری در زبان و فرهنگ ترکی دارای معنای خاصی نیست. خود کلمه پیری برمیگرده به ریشه فارسی یا کردی، نه ترکی. نام مکان شهرهای کردی با پیری در کلمات آنها وجود دارد مانند پیرمگرون، پیرمام، پیراسوان، کانی پیران، غیره در جنوب کردستان و پیرانشهر در شرق کردستان و پیران در شمال کردستان و عشایر کرد مانند پیرسینی و پیرزاده و در کنار همه اینها افسانه پیرشالیار هورامی هم هست. چرا یک ترک از کلمه‌ای به عنوان نام استفاده می‌کند که در زبان خودش هیچ پایه‌ای ندارد؟ یا اگر نام یا لقب پیرمرد اصالتاً ترکی است، چرا شخصیت ترک دیگری با این نام یا عنوان وجود نداشته است؟ پدر مادر پیر اگر ترک بودند چگونه اسم و کلمه پیر را شنیدند در حالی که در زبان آنها معنی ندارد؟ چگونه به این فکر افتادند که نام پسرشان را پیری بگذارند یا چگونه رئیس پیری تصمیم گرفت عنوان پیری را انتخاب کند؟ چون گفتیم پیری در اصل ترکی نیست. بنابراین پدر و مادر پیری کرد بودند و نام پسرشان را پیری گذاشتند زیرا به محل زندگی خود علاقه داشتند. در عوض اکنون باید سؤال را به این تغییر دهیم آیا او کرد است یا فارس؟ چون در هر دو زبان پیری معنای خاص خود را دارد. اگر به تاریخ نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که در قرن‌های 15 و 16 میلادی زمانی که رئیس پیری زندگی می‌کرده پارس‌ها در جنگ فرقه‌ای با ترک‌ها بودند. ایرانیان شیعه در امپراتوری عثمانی زندگی می‌کردند زیرا یک تناقض وجود مذهبی آنها به این معناست که او نمی‌تواند یک رئیس فارس باشد. اما آیا آنها در قلب امپراتوری عثمانی کردها زندگی می‌کردند؟ بله. مثلا ملا ادریس بدلسی چون هم ترک سنی هستند و هم کرد. پس فقط کرد بودن برای پیرمرد می‌ماند.